масъулини Бонки Миллӣ мегӯянд таҳаввулоти иқтисодии ҷаҳон ба вазъи иқтисодии Тоҷикистон ҳам таъсир гузошта, пасту баландшавии қурби пули миллӣ ба тағйирёбии қимати нафти хом дар бозори ҷаҳонӣ иртибот мегирад. Абдуҷаббор Ширинов, раиси Бонки Миллӣ, ки имрӯз бо хабарнигорони тоҷик дар душанбе мулоқот дошт, гуфт вазъи имрӯзаи иқтисоди ҷаҳон пешгӯӣ нашаванда шудааст. حالتهای نوی بازاری است. وقتی که نرخ نفت تا 45 دلار فرو آمد، این خواهید نخواهید در تمام دنیا و همه چیزها تاثیر می‌رساند. در این نشست همچنین صحبت از موضوع پرماجرای مثل اتهام پولشویی‌های صاحبکار ایرانی بابک زنجانی در تاجیکستان رفته است که در ایران برای سرقت میلیون‌ها پول بازداشت شده است. و حالا همکارم عبدالله اشور در خط با ما از دوشنبه است. عبدالله سلام، یکی از ادعاهای اخیر جانب ایران این است که صاحبکار معروف میلیاردری بازداشت شده بابک زنجانی گویا به یک معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان 3 میلیون دلار رشوه داده بوده است. آیا درباره این ادعا جناب عبدوجبار شیرینوف چی گفت؟ بله خیرمان، این بار هم خبرنگاران با رئیس بانک ملی تاجیکستان عبدوجبار شیرینوف این سوالی برایش بسیار ناخوشایند را دادند. عبدوجبار شیرینوف گفت ادعای بابک زنجانی در مورد آنکه گویا او طریق بانک ملی تاجیکستان به ایران 2 میلیارد دلار انتقال داده است و برای گرفتن حجت گویا به معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان 3 میلیون دلار داده باشد اساس ندارد. او افزود این ادعای به عقل انسان راست نمیآید، چون که آن مبلغی که او در موردش ادعا دارد از مبلغ‌های حتی بودجه تاجیکستان بیشتر هست. موضوع مهمی مورد نگرانی بسیاری ها به قرب شوی پول ملی است. طبیعتا آیا در رابطه با دورنمای این وضع شیرینوف چی میگوید عبدالله؟ خبرنگاران کشاد روشن از رئیس بانک ملی تاجیکستان عبدوجبار شیرینوف پرسیدند که چرا دلار میان سامانه پول تاجیکستان را میشکند. شیرینوف هم افزود میان پول ملی تاجیکستان سامانه نشکسته است و استوار است. او تنها افزود در شرایطی که نرخ نفت در بازارهای جهانی به طور بی‌سابقه افتاد، بازارهای مالی جهان هم در شرایط بی‌نظمی قرار دارند و از این رو قرب دلار هم در تاجیکستان بالا رفت. در مطبوعات خبرهای بود درباره اینکه گویا بعضی از مسئولین نقطه‌های تبدیل اسعار به جوابگری جنایی کشیده شدند. آیا این خبرها تا کجا واقعیت داشتند؟ واقعا برای اولین بار رئیس بانک ملی تاجیکستان اعتراف کرد که در کمچین و به طور بی‌سابقه بالا رفتن قرب دلار در تاجیکستان قلاب‌ها و یا پول جلاب‌ها واقعا نقش داشتند. و افزود در همان شب و روز آن که قرب دلار در نسبت سامانه به طور بی‌سابقه بالا رفت، بانک ملی تاجیکستان یک رید ویژه را راه‌اندازی کرد و ضمن این رید مسئولان بانک ملی 9 نفر صرافان را بازداشت کردند که در بانک ملی تاجیکستان ثبت نام نشدند و آنها با تاکید رئیس بانک ملی تاجیکستان در قلابی و پول جلابی ایبدار دانسته میشوند. تشکر همکارم عبدالله اشر مهمترین نکات صحبت‌های رئیس بانک ملی تاجیکستان را خلاصه کرد.